رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جریان کارهای ازنوسازی کوچه عبدالاحد قهارов شناس شدند. قابل ذکر است که ازنوسازی راه از خیابان سعدی شیرازی تا درآمدگاه ناحیه رودکی در اساس نقشه گنرالی شهر دوشنبه صورت گرفته برای حرکت واسطه‌های نقلیات، دوچرخه و پیاده‌گردان مطابق به طلبات بین المللی شرایط فراهم آورده می شود. درازی راه 6.6 کیلومتر را تشکیل داده از دو سمت برای واسطه‌های نقلیات 8 خط حرکت ساخته می شود. در قسمت‌های علاهیده راه 2 خط علاهیده دیگر برای نقلیات جمعیتی نیز پیش بینی شده است. همزمان با این 5 راه دو سطحه مطابق به طلبات جهانی در بریش خیابان‌های سعدی شیرازی و حافظی شیرازی و در بریش کوچه‌های عبدالرحمن جامی با قهارов، بریش کوچه‌های ابی با قهارов و بریش کوچه‌های ساحلی با جنوبی با بنیاد پل ماشینگذار در بالای دریای دوشنبه ساخته به استفاده داده می شود. از نوسازی کوچه عبدالاحد قهارов با طرح معماری معاصر جهت اجرای سپارش راهبری دولت برای به شهر پیشرفته تبدیل دادن پایتخت مملکت عملی می شود. عملی شوی چنین لایحه با 5 راه دو سطحه و امکانیت‌های وسیع برای حرکت نقلیات، راهی مخصوص برای نقلیات جمعیتی، دوچرخه و پیاده‌گردان در شهر دوشنبه بار اول صورت می‌گیرد. ساختمان راه از خیابان سعدی شیرازی تا درآمدگاه ناحیه رودکی برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت حرکت واسطه‌های نقلیات و به معیارهای بین المللی مطابق گردانیدن امکانیت خدمت‌رسانی در ساحه راه و نقلیات مساعدت می‌کند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مسئولان و ساختمانچیان جهت با صفت بلند و در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی به اتمام رسانیدن کارهای باقی مانده دستور دادند. همچنین رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جریان کارهای ساختمانی تئاتر ملی تاجیکستان دیدن نمودند. بینای تئاتر ملی تاجیکستان از 2 آشیانه زیرزمینی و 5 آشیانه روی زمینی عبارت بوده طبق لایحه از 3 تالار کلان و تالار و اتاقهای سرشماری دیگر عبارت می شود. تالار اساسی آن دارای 2500 جای نشست و 2 تالار دیگر یک دارای 1200 و دومی 1000 جای نشست بوده. آن همچنین دارای جای نشست ارکستر، 2 صحنه پهلویی، صحنه پشت، اتاقهای مشق و تمرین و دیگر شرایط ضروری سطح جهانی می باشد. لایحه تئاتر ملی تاجیکستان با آموزش طرح بهترین تئاترهای کشورهای گوناگون جهان آماده شده با تمام استانداردهای معاصر جوابگو می باشد. اثنای شناسایی محترم رستم امامعلی با متخصصان جهت در سطح و صفت بلند اجرا نمودن کارها دستور و سفارش‌ها داده ذکر نمودند که تئاتر ملی جمهوری تاجیکستان یکی از بزرگترین و زیباترین انشاءات ساحه در کشور خواهد شد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مسئولان دستور دادند که جهت با صفت بلند در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی به اتمام رسانیدن انشاءات مذکور تمام امکانات را سفربر نمایند.